میگویند سلام، میگفتین که قرآن را باید در چند روز ختم کنیم؟ مدتی ختم کنی را میگفتین. و علیکم السلام. قرآن را الله سبحانه و تعالی یک روزی معین برای ما نگذاشته است، یا پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن که قرآن را در فلان روز یا مراتب ختم کنید، نگفتن، لیکن از صحابه ها وارد شده است. حضرت اوس میگویند که سألت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف تحذبون القرآن، من صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدم که قرآن را چخیل ختم میکنید، یعنی به چند قسم تقسیم کرده میخوانید؟ قالوا نحذبه 3 سور و 5 سور و 7 سور و 9 سور و 11 سوره و 13 سوره و حزب المفصل من قاف حتی یختم. گفتند ما قرآن رو به 7 قسم تقسیم میکنیم: 3 سوره، 5 سوره، یعنی از ابتدا بقره، آل عمران، نساء 3 سوره، 3 سوره، 5 سوره، 7 سوره، 9 سوره، 11 سوره، 13 سوره، بعد از سوره قاف تا قل اعوذ برب الناس، یعنی در 7 روز قرآن را ختم میکنیم. روایت ابو داود و امام احمد. و حضرت قتاده را در حلیة الاولیا ابو نعیم میارند که انه کان یختم القرآن فی کل 7 لیال مرة، در 7 شب یا مراتب ختم قرآن میکردیم. حضرت قتاده تابعین. فاذا جاء رمضان ختم فی کل 3 لیال مرة، وقتی که ماه رمضان آمد هر 3 شب یا مراتب ختم میکرد. فاذا جاء العشر ختم فی کل لیلة مرة، وقتی که دهه آخری شب که آمد هر شب یک مراتب ختم میکردن. حضرت قتاده. یعنی این یک روایت از صحابه ها در غیر رمضان در 7 روز یک مراتب، و در رمضان من این قتاده شاگرد انس است، در رمضان 3 شب، در 3 شب یک مراتب ختم میکردن، در دهه آخر یک مراتب. امام نووی در کتاب التبیان فی آداب حملة القرآن آنهایی که قرائت ختم قرآن میکردن نقل کردن از آن آدم هایی که در 2 ماه یک مراتب ختم قرآن میکرده شروع کردن. بعضی آدم ها در 2 ماه یک مراتب ختم میکرده است، بعضی ها در 1 ماه، بعضی ها در 1 هفته، و گفتن که اکثری مردم در 1 هفته یک مراتب ختم میکنن، علاوه خصوص علما و قاری های قرآن. بعد از آن شخصیت های را ذکر کردن که در 6 روز 1 بار ختم میکنند، بعد آنهایی که در 5 روز، بعد آنهایی که در 3 روز 1 مراتب ختم میکنند، بعد آنهایی که در 2 روز، بعد آنهایی که در 1 روز را نقل کردند، بعد آنهایی که در 1 روز 2 مراتب ختم میکردگی ها را نقل کردند، بعد آنهایی که در 1 شبانه روز 3 مراتب ختم میکردگی ها را نقل کردند. نام و نسب آنها را ذکر کردند، کتاب ها را ذکر کردند که در فلان کتاب ذکر شده است که فلانی مثلا در 1 شبانه روز 4 مراتب قرآن ختم میکند. بعد از آن آنهایی که در 1 شبانه روز 5 مراتب قرآن ختم میکند آنها را ذکر کردند. بعد آنهایی که 6 مراتبه، بعد 7، بعد 8 ذکر کردن که بعضی انسان ها روزانه 4 مراتبه ختم قرآن میکردند، شبانه 4 مراتبه، یعنی در 1 شبانه روز 8 مراتبه ختم قرآن میکردند. بعد گفتن که و هذا اکثر ما بلغنا من اليوم واللیله، و این از همه بسیارتر آدمی که یافتیم در تاریخ همین قدر است، یعنی در 1 شبانه روز 8 مراتبه ختم میکرد. این به قدرت و به غیرتی هر یک انسان وابسته است، کسی چقدر میتواند ختم کند. الله اعلم.